گالای پاکی ناماد رو تو درهباد کشان شما میارجه لیگ اندوخانه ادا روستای فیروزآباد شرقی شهرستان بنپور و دو طایفه زردکوهی و بلوچی بعد 3 سال گو هم دیگه صلحش کرده و مروچی ما هم یهته این ادا ای دیوان به شما گزارشی پیش بکنه گوما هو رو همراه بی مشاهده جلسه صلح و سازش در میان دو طایفه زردکوهی و بلوچی هستند که پشت سر مشاهده کردن این همه جمعیت به خاطر دوستی و محبت دو طایفه و حتی جمع بودن و الان ما در فیروزآباد پتر قوم زردکوهی طایفه زردکوهی هستند که بلوچان حتی به شان محضر و شان دوارا و الحمدلله صلح و سلاس و سازش انجام بود و الحمدلله در منطقه خیر و برکت ایجاد بود. ما تلاش کرده خیلی الان حدود 1 سال انشالله پیگیری مسئله بودی و بالاخره تا ایام انجام نبود روزی هست قراری هست که الله ذوالجلال توفیق دا همه ایام توفیق دا که یه صلح و یه سازش با اخوت و برادری و تلاش و کوشش فرماندار محترم سرکار خانم مبارکی جناب آقای ملا کمال و دیگر عزیزانی که همکاریش کرده انشالله یه صلح و سازش انجام بود. شپی شکر خدا بخیر گوازین تا و تمام دعا کنه تمام مسلمانان صلح سازش و امنیت برقرار منطقه تابی به هر حال جنگ و شدت که سودی نبا جز ضرر و زیان شمینی وصیت بگن شما چوکان براسان ورنا و همیشه گشتی شما جوان ورنا بلوچ قوم که سرمایه سرزمین و قوم سرمایه بلوچستان امید آینده بلوچستان باید شما هزاران خواب وقت مال قربانی که مردم جنگ ائتلافان در بیان مال امن امان منی عرض شما دادبندی همیشه